امروز جامعه جهانی یک چند خطرهای عمومی جهانی را که به انسانیت تأثیر منفی می‌رسانند معین کرده است. در قطار این خطرها هم معاملات غیر قانونی مواد مخدر، مبارزه با تروریسم، اکستریمیسم در یک قطار می‌ایستد. شیرخان سلیمزاده رئیس آژانسی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان ضمن برگزاری مراسم معرفی گزارش وابسته به وضع مواد مخدر در تاجیکستان و منطقه راجع به تمایل اساسی گسترش وضع مخدراتی، تدابیر اندیشیده حکومت در سمت نظارت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر گزارش داده، تاکید کرد که مبارزه با این پدیده‌های نامطلوب جهان معاصر اقدام‌های مشترک را تقاضا می‌کند. ما با همه این خطرها باید که از نگاه خطرهای عمومی بشری نگاه کنیم و تمام تدبیرها را اندیشیم که با مقابل این خطرهای عمومی جهانی مبارزه بدیم تا اینکه آنها سد راه انسانیت نشد. در این همایش همچنین نمایندگان ریاست سازمان ملل در امور مواد مخدر و جنایتکاری، مسئولان سازمان‌های بین‌المللی و رهبران میسیه‌های دیپلماتی و مؤسسه‌های غیر دولتی شرکت کردند. البته وجود گروه‌های تروریستی و افراطگرا از جمله دولت اسلامی در مناطق شمال افغانستان مانع اصلی در مبارزه برای تولید و قاچاق مواد مخدر است، اما تلاش تاجیکستان و کشورهای همسایه و همچنین شریکان بین‌المللی در این زمینه برای مبارزه گسترده در جهت مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. با گفته خانم میتال، تاجیکستان و همینطور کشورهای همسایه و جامعه جهانی را لازم است تا همیشه در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر آماده باشند و برای مقابله با آن تمام تدابیر ضروری را روی دست بگیرند. بنا به گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته، واحدهای فوری آژانسی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان مشترکاً با وزارت کارهای داخلی افغانستان 9 عملیات مشترک انجام دادند که در نتیجه حدود 400 کیلو مواد مخدر مصادره گردیده است. آژانسی نظارت بر مواد مخدر تاجیکستان میگوید همساله نزدیک به 1 تن مواد مخدر سوزانیده می شود.